همونطور که خیلیاتون در جریانید، کره قبل از جنگ جهانی دوم کشور واحدی بود که زیر سلطه ژاپن قرار داشت. اما بعد از شکست ژاپن تو جنگ جهانی دوم، کشور کره از چنگش در اومد. بعد از ژاپن همینطور بلا تکلیف و بی صاحب باقی مونده بود که به یک بار سر و کله شوروی پیدا شد. نیروهای شوروی از مرزهای شمالی وارد کشور شدند. آمریکا که حس میکرد داره سرش کلاه میره، قبل از اینکه شوروی تمام کشور کره رو کمونیستی کنه سر و کله‌اش پیدا شد و این دو ابرقدرت توافق کردند که کره به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم بشه. شوروی به دلیل نزدیکی به مرزهای شمالی و وجود منابع بیشتر تو این مناطق قسمت شمالی رو برداشت و آمریکا هم به تبع قسمت جنوبی. کره شمالی به دلیل کمونیستی بودن به لطف حمایت‌های چین و شوروی خیلی زود سر پا شد و وضعیت خیلی بهتری از کره جنوبی پیدا کرد. اما بعد از فروپاشی شوروی تو سال 1991 حمایت‌های مالی و ورود مواد غذایی به کشور به طور کامل از بین رفت. دشمنی‌های علنی این کشور با غربی‌ها هم مزید بر علت شد تا بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی تحریم‌های سنگین بر علیهش اعمال بشه. تحریم‌هایی که به مرور زمان کمر اقتصاد و کشاورزی کره شمالی رو خرد کرد. در کنار این عوامل یک رشته سیل و خشکسالی زمین‌های زیادی رو از بین برد و باعث تشدید بحران‌ها شد. بنابراین دولت توانایی فراهم کردن مواد غذایی برای مردمش رو نداشت و بین سالهای 1994 تا 1998 تخمین زده میشه که 900,000 تا 2 میلیون نفر جونشون رو بر اثر قحطی از دست داده باشن. قحطی طاقت فرسا و دیکتاتوری کیم جونگ ایل شرایط زندگی رو به شدت دشوار کرده بود تا اینکه انبوهی از مردم به فکر فرار از کشور افتادن. تو همین حین گروه‌هایی از قاچاقچیان هم تو مرزهای شمالی و جنوبی پدید اومدن که حاضر بودند برای پول، انسان، اقلام مورد نیاز مثل دارو و غذا یا اقلام سرگرمی‌های غربی و کره جنوبی مثل فیلم و کتاب رو قاچاق کنند. بنابراین این قاچاقچیان هر ساله تعداد زیادی از شهروندان کره شمالی رو فراری میدادند. اما اگه خروج از این کشور به همین راحتی ها بود، پس چه اتفاقی رخ داد که در حال حاضر این کشور به بزرگترین زندان سخت‌باز جهان تبدیل شده و تقریبا فرار ازش غیر ممکنه؟ برای گرفتن جواب تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. همه چیز از جغرافیای منحصر به فرد این کشور شروع میشه. قسمت شرقی توسط دریای ژاپن، قسمت غربی توسط دریای زرد و شمال و جنوب توسط چین و کره جنوبی احاطه شده. اون اوایل یعنی زمان رهبری کیم جونگ ایل هر ساله بیشترین تلاش برای فرار به طرف کشور کره جنوبی انجام میشد، چون هرچی باشه کشور کره جنوبی وضعیت اقتصادی رو به رشدی داشت و از همه مهمتر به دلیل همزبون بودن و هموطن بودن دولت کره جنوبی مردم کره شمالی رو از خودش میدونست و هنوزم که هنوزه هر کس بتونه به هر نحوی فرار کنه و خودش رو به کره جنوبی برسونه به طور خودکار شهروند این کشور محسوب میشه. همین مسائل دلیلی بود که شهروندان کره شمالی رو تشویق میکرد تا از مرزهای جنوبی فرار کنند. طبق آمار منتشر شده از طرف مقامات کره جنوبی از دهه 1990 تا به امروز تعداد بیشماری از مردم کره شمالی سعی کردن خودشون رو به این کشور برسونن، اما تنها حدود 34,000 نفر موفق به فرار شدند. باقی افراد حین فرار یا کشته و یا اینکه بعد از دستگیری به اردوگاه‌های اجباری کار انتقال پیدا کردند. دولت کره شمالی بعد از باخبر شدن از حجم فرارها به طرف کره جنوبی مرزهای جنوبی رو به شدت مستحکم کرد. چندین لایه از دیوار و سیمخاردار دور تا دور مرزها کشیده شد. ده‌ها هزار نیرو تو دو طرف مشغول گشت‌زنی بودند و از همه بدتر حدود 2 میلیون مین تو اطراف مرزها کار گذاشته شد که عملاً فرار رو غیر ممکن میکرد. با توجه به این تدابیر شدید امنیتی میشه گفت مرزهای جنوبی کره شمالی در حال حاضر یکی از محافظت شده ترین مرزهای جهان به شمار میاد که تقریباً هیچ جنبنده‌ای جرأت عبور ازش رو نداره. حالا
مردم فلک زده چاره‌ای نداشتند جز این که برای فرار به فکر عبور از سایر مرزهای کشور بیفتند. فرار از طریق مرزهای دریایی هم چالش‌های خاص خودش رو داشت، چون پیدا کردن قایق تو این کشور غیر ممکنه. از طرفی هم نیروهای دریایی کره شمالی دائما در حال گشتزنی تو سواحل غربی و شرقی سراسر کشور هستند. تنها راه فرار برای مردم مرزهای شمالی بود. همونطور که میدونید کشور کره شمالی بیشترین مرز رو با چین داره. این مرز بیشتر از 1300 کیلومتر طولشه. منطقه‌ای که از کوههای بلند، جنگل و 2 رودخونه تشکیل شده. در کنار کره جنوبی و چین این کشور یه مقدارم با روسیه مرز مشترک داره که چیزی حدود 17 کیلومتر رو در بر میگیره. اما برخلاف مرزهای جنوبی، از اونجایی که کره شمالی با چین و روسیه متحد نظامی محسوب میشه و تا حد زیادی هم روابطشون مسالمت آمیزه، خیلی جای نگرانی از مرزهای شمالی وجود نداره. بنابراین نیازی نبود که صدها هزار نیرو تو این مناطق مستقر بشن. پس وقتی مرزهای جنوبی مسدود شد، شهروندان کره به دلیل نظارت پایین به فکر عبور از مرزهای شمالی افتادن. قاچاقچیان تو فصلهای سرد و زمستونی سال بیشترین فراری‌ها رو از مرزهای شمالی عبور میدادن، چون تو این فصول رودخونه‌های یالو و تومن یخ میزد و اونا راحت‌تر میتونستن از مرزها عبور کنن. اما بزرگترین مشکل عبور از مرزهای شمالی اینه که کشورهای چین و روسیه به فراری‌ها مثل کره جنوبی با چشم پناهنده نگاه نمی‌کنن، بلکه اونا رو مهاجرینی غیرقانونی میدونن که در صورت دستگیری باید به کشورشون برگردونده بشن. جایی که بلافاصله بعد از برگشت اردوگاه‌های کار اجباری و یا حتی اعدام انتظارشون رو میکشه. به همین خاطر اکثر فراریان با ورود به این کشور امیدوار میمونن که شناسایی نشن تا بتونن تو سریع‌ترین زمان ممکن به کشور امن دیگه‌ای پناه ببرن. اما از بخت بد گزینه‌های امن زیادی تو اون حوالی وجود نداره، چون کشورهایی مثل میانمار و لاوس تو برخورد با فراریان کره شمالی سیاستی شبیه به چین و روسیه رو در پیش میگیرن. تنها 3 کشور مغولستان، ویتنام و تایلند گزینه‌های مناسبی هستن، اما اجازه اقامت تو این 3 کشور هم وجود نداره. این کشورها تنها لطفی که در حق فراریان میکنن اینه که اونا رو به جای تحویل به کره شمالی به کره جنوبی میفرستن. بنابراین برنامه برای فرار همیشه این بوده که با تحمل خطرات از طریق مرزهای شمالی به چین برسن و بعد بلافاصله قبل از اینکه شناسایی بشن با خروج از این کشور خودشون رو به مغولستان، ویتنام یا تایلند برسونن و در نهایت با معرفی خودشون سفر به کره جنوبی و زندگی جدید در انتظارشون بود. هرچند که این روش خیلی خطرناک به نظر میرسه، اما سالانه هزاران نفر با موفقیت از کشور خارج میشدن و سال به سال هم تعداد فراریان بیشتر میشد، تا اینکه تو سال 2009 این آمار به اوج خودش رسید و تنها تو یک سال 2914 نفر موفق شدن از مرزهای شمالی خارج بشن و خودشونو به کره جنوبی برسونن. تو 2 سال بعدی مجموعاً 4000 فرار دیگه ثبت شد، تا اینکه تو اواخر سال 2011 اتفاقی متفاوت رخ داد. مردی که از سال 1994 به کره شمالی حکمرانی میکرد به یک باره از دنیا رفت و پسرش کیم جونگ اون جاشو گرفت. کیم جونگ اون با روی کار اومدنش تمام تلاشش رو به کار گرفت تا فرار و قاچاق رو تو کشور ریشه‌کن کنه. به دستور اون تو سراسر مرزهای شمالی دستگاه‌هایی با فرکانس رادیویی قدرت بالا به اسم جمر نصب شدن تا بتونن تو سیگنال‌های دریافتی از ماهواره‌های GPS خارجی اختلال ایجاد کنن. بعد هر بلایی سر این مناطق آوردن، از طریق ماهواره‌های هوایی نشه رصد کرد. نظارت به تماس‌های تلفنی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد و حصارهای بیشتری تو مرزهای شمالی ساخته شد. نیروهای گشتزنی هم چندین برابر شدند. از شانس بد مردم کره شمالی تو سال 2016 کشور چین هم قانون جدید و بحث برانگیزی رو تو حوزه امنیت سایبری تصویب کرد و نظارت‌های امنیتی تو این کشور چندین برابر شد. ظرف تنها 4 سال بعد از تصویب این قانون، تعداد دوربین‌های نظارتی تو سراسر چین به 620 میلیون عدد رسید، یعنی حدود 12 برابر بیشتر از دوربین‌های ایالات متحده. بنابراین نظارت دقیق و روزافزون تو چین خطر شناسایی فراریان کره شمالی رو به شدت بالا برد و همین دلیلی شد تا قاچاقچیان انسان برای جبران افزایش خطر درخواست پول بیشتر از فراریان کنند.
تو سال 2007 میانگین قیمتی که یه دلال تو چین برای کمک به فراری‌ها دریافت می‌کرد $2000 بود. اما مدتی بعد از به قدرت رسیدن کیم جونگ اون، یعنی تو سال 2012، این قیمت 2 برابر شد. تا سال 2015 باز هم 2 برابر شد و به $8000 رسید. تا سال 2017 بین 14 تا 16000 دلار گزارش شد. در حال حاضر هم تخمین زده میشه که یه چیزی بالاتر از $21000 باشه. برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرید، باید بگم که اکثر شهروندان کره شمالی درآمد سالانشون حتی به $2000 هم نمیرسه. پس برای پسنداز این پول باید دهه‌ها کار کنن که تقریبا میشه گفت در حال حاضر پرداخت این مقدار پول برای مردم عادی کره شمالی غیر ممکنه، مگر اینکه قبلا یکی از نزدیکانشون تونسته باشه فرار کنه و برای قاچاقچیان این مبلغ رو خارج از کشور بپردازه. حواسمون هم باید باشه که در کنار پرداخت این همه پول ریسک خطرات مسیر به عهده خود شخص هستش. به لطف تلاش‌های بیوقفه استاد کیم، از سال 2011 به بعد تعداد فراریان هر سال کمتر و کمتر شد، تا اینکه تو سال 2020 با شیوع کرونا به کمترین حد خودش تو طول تاریخ رسید. چون تنها 2 ماه بعد از شیوع بیماری، کره شمالی اولین کشوری بود که تمام مرزهای خودش رو به طور کامل بست. تمام سفرهای داخلی و خارجی تعطیل شدند و تقریباً میشه گفت کلیه تجارت‌های خارجی با جهان بیرون برای جلوگیری از ورود ویروس متوقف شد. درسته که نصب دستگاه‌های جمر پارازیت به وجود می آوردن، اما ماهواره‌های هوایی میتونستن تو تصاویری هرچند ناواضح نشون بدن که مقامات این کشور از فرصت به وجود اومده نهایت استفاده رو کردن و با تمهیدات امنیتی جدید مثل دیوارکشی‌های بلند و ساخت دکل‌های نگهبانی جدید نزدیک رودخونه‌های مرزی بالو و تومن، شرایط برای خروج از کشور چندین برابر سخت‌تر از گذشته شده. در کنار اینا معدود افرادی که تو سالهای اخیر موفق به فرار شدند، وجود چندین لایه امنیتی و دکل‌های نگهبانی رو تایید کردند و توضیحات اونا با ویژگی‌های قابل مشاهده تو تصاویر ماهواره‌ای مطابقت دارند. علاوه بر این، با شیوع کرونا، دولت کره شمالی برای اینکه کسی نتونه از مرزها ورود یا خروجی داشته باشه، به مرزبان‌هاش حکم تیراندازی رو صادر کرده که حتی بعد از ریشه‌کن شدن بیماری این قانون به قوت خودش باقی مونده. اما ساختن این استحکامات جدید تو مرزها تنها روش جلوگیری از فرار شهروندان نیست، بلکه محدودیت‌های خیلی شدیدتری هم برای سفرهای داخل کشور اعمال شد، به طوری که یه شهروند کره شمالی اگه قصد جابجایی از یه استان به استان دیگر رو داشته باشه، حتما باید از قبل مجوز تهیه کنه و اگه به هر دلیلی بدون مجوز دستگیر شد، مستقیما به یکی از اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده میشه تا باقی عمرش اونجا سپری کنه. همچنین تو سال 2020 رژیم کره شمالی قانون جدیدی برای مبارزه با فرهنگ خارجی تصویب کرد که به اسم قانون رد ایدئولوژی و فرهنگ ارتجاعی شناخته میشه. طبق این قانون استفاده از هر گونه رسانه یا شیء خارجی ممنوعه. به عنوان مثال استفاده از تلفن همراه غیر دولتی، فیلم، روزنامه یا کتاب خارجی جرم محسوب میشه و مجازات اعدام در ملأ عام رو به همراه داره. آمار منتشر شده از تعداد فراریان کره شمالی از بعد از شیوع کرونا نشون میده که سلسله کیم در کنار نگرانی برای شیوع بیماری از فرصت به دست اومده نهایت استفاده رو کرده و تعداد فراری ها رو به حداقل ممکن رسونده، به طوری که سال 2020 229 نفر، سال 2021 63 نفر و سال 2022 تنها 67 نفر از جمعیت 25 میلیون نفری موفق به فرار شدند. و ما اگه این تعداد رو با سالهای گذشته مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که نرخ فرار به شدت پایین اومده. به نظر میرسه تو سال 2023 حتی کمتر از سالهای قبل باشه، چون تا الان که 4 ماه از سال گذشته و این 4 ماه بهترین فصل برای فرار بودن، تنها 34 مورد موفقیت آمیز ثبت شده. امروزه تقریبا تمام سازمان‌های جهانی کره شمالی رو با اختلاف تو رتبه اول کشورهای نقض کننده حقوق بشر قرار دادن که هیچ حد و مرزی هم تو کارش وجود نداره. خدمت سربازی اجباریه و مردها مجبورن حداقل تا 10 سال تو ارتش خدمت کنن و به همین خاطره که کره شمالی 4مین ارتش بزرگ دنیا رو از نظر سرباز فعال در اختیار داره.
به هیچ وجه آزادی بیان وجود نداره و تمامی رسانه‌ها توسط دولت مدام در حال کنترل هستند. کره شمالی از معدود کشورهایی هستش که حتی تو بخش‌های دیجیتال هم مستقل از دنیا عمل میکنه. گوشی‌های هوشمندی که مردم بعد از دریافت مجوز حق استفاده ازشون رو پیدا می‌کنند با گوشی‌هایی که ما بهشون عادت کردیم کاملا متفاوته. این تلفن‌های دولتی به اینترنت متصل نمیشن و حتی نمیشه باهاشون با خارج از کشور تماس گرفت. علاوه بر این تعدادی نرم افزار از قبل روشون نصب شده که حتی امکان پاک کردنشون هم وجود نداره. این تلفن‌ها طوری برنامه‌ریزی شدن که هر گونه محتوای خارجی رو مسدود می‌کنن و فقط اجازه دسترسی به فایل‌های ایجاد شده توسط سیستم عامل خود کره شمالی رو میدن. تلفن‌ها مرتب توسط پلیس بازرسی میشه تا یه موقع کسی خارج از چارچوب‌های رژیم عمل نکرده باشه. طبق آماری که تو سال 2017 توسط سازمان عفو بین‌الملل منتشر شد، تخمین زده میشه که حدود 200,000 زندانی سیاسی تو اردوگاه‌های کار اجباری سراسر کشور نگهداری بشن. این زندانی‌ها بیشتر اوقات مثل برده مشغول کارن و اگه پاشون از گلیمشون درازتر کنن چیزی جز اعدام بدون محاکمه در انتظارشون نیست. اگه کسی به هر دلیلی مرتکب جرم سنگینی شده باشه، هیچ بعید نیست که خانواده‌اش و هر کسی که ارتباط نزدیکی باهاش داره رو به حبس ابد محکوم کنه. به عنوان مثال طبق پرونده‌ای که وزارت خارجه آمریکا تو سال 2022 فاش کرد، یک کودک 2 ساله تنها به خاطر اینکه مقامات کشور از والدین جوانش کتاب انجیل کشف کرده بودند، به حبس ابد سیاسی محکوم شده بود. چون مطالعه یا نگهداری هر گونه کتاب مقدس طبق قوانین این کشور جرم محسوب میشه. هر کس حین قاچاق رسانه‌های خارجی از جمله تلویزیون یا تلفن غیر دولتی دستگیر بشه، قطعاً تو ملأ عام اعدام خواهد شد. در حال حاضر اعدام تو ملأ عام تنها تو 4 کشور رواج داره. ایران، عربستان، سومالی و کره شمالی هم یکی از اونهاست. با اینکه ورود یه خارجی به این کشور به شدت دشواره، اما هر ساله تو زمانی معین به یه تعداد از گردشگران اجازه ورود داده میشه، در حالی که تو تمام مدتی که تو اونجا حضور دارن تحت شدیدترین نظارت‌ها قرار میگیرن و نباید خطایی ازشون سر بزنه. تورهای مسافرتی کره شمالی فقط به مکانهای مورد تایید رژیم برده میشن و فقط اونچه که دولت میخواد رو میتونن نشون بدن. حتی مواردی وجود داره که یه گردشگر خلاف قوانین عمل کرده و عاقبتش چیزی نبوده جز مرگ. مثل اوتو وارمبیر، دانشجوی آمریکایی 21 ساله که تو سال 2016 به عنوان یه توریست برای بازدید از مناطق مختلف به کره شمالی رفته بود، اما به جرم دزدیدن یه پوستر تبلیغاتی حزب کره از اتاق هتلش دستگیر شد. جرمی که بعد از اعتراف مجبور شد به خاطرش 15 سال زندان بره و تو اردوگاه‌های کار مشغول کار اجباری باشه. وارمبیر تنها 18 ماه بعد از کار تو اردوگاه‌ها به کما رفت و دولت کره به دلیل رفتار بشردوستانه اون رو به کشور آمریکا تحویل داد. اما 6 روز بعد از بازگشت به ایالات متحده تو حالت کما از دنیا رفت. در نتیجه تمام این صحبت‌ها میشه اینطور گفت که بنا به خیلی از دلایل کشور کره شمالی سالهاست که منزوی‌ترین و مرموزترین کشور دنیاست که با موفقیت تونسته جلوی فرار مردمش رو هم بگیره و کشور رو به بزرگترین زندان بدون سقف جهان تبدیل کنه.